салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 26 ноябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар ҷараёни сафари расмии раисҷумҳурии Чех Милош Земан ба Тоҷикистон як созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ба имзо расид. ҳамчунин имрӯз дар душанбе як анҷумани соҳибкорони чеху тоҷик барпо шуд. Милош Земан шоми дирӯз вориди душанбе шуд ва имрӯз дар қасри миллат бо ҳамтои тоҷикаш Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба масъалаҳои мухталифи байналмилаливу дохилӣ суҳбат кард. Милош Земан гуфт Тоҷикистон ҷанги хунини шаҳрвандиро пушти сар кард ва ҳоло ҳам با تهدیدهای شبیه گروه دولت اسلامی روبرو می باشد. ما خوب می‌دانیم که پرزیدنت محترم زمان هنوز سالهای شوروی در تاجیکستان فعالیتی باثمری داشت و گفتن ممکن است که اساس همکاری‌های امروزه ما را گذاشته است. میخواهم با پرزیدنت تاجیکستان ابراز سپاس کنم زیرا او نه تنها صلح را در کشورش استوار کرد بلکه یگانه پرزیدنت روی عالم است که تروریستان اسلامی را شکست داده است و همین ناکام نمودن تروریستان از آن نقطه نظر الهام بخش است که گروه دولت اسلامی میخواهد نصف اروپا، نصف افریقا و تمام آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را زیر تصرفش قرار دهد. ضمناً موقع پرزیدنت زمان در رابطه با حادثه‌های اوکراین سبب انتقادهای زیاد در جامعه داخلی جمهوری چخ شد. او در پشتیبانی از سیاست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم می‌کنند و با این سبب استعفایش را هم طلب دارند. شیخان قبیله‌های یمن با پخش یک اظهارات توسط شبکه تلویزیونی العربیه رهایی فوری همشیره طبی از تاجیکستان گلرخسار رافی‌یوا را تقاضا کردند. این طلب اصلی فعالان حقوق زن هم در یمن بود که معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان را با توجه به سرنوشت گلرخسار یک ماه پیش ربوده شده آغاز کردند. در همین حال در تاجیکستان هم معرکه مبارزه با خشونت نسبت زنها جریان دارد. تنها در ولایت سوخ طبق آمار فعالان حقوق بشر روزی حداقل 7 زن قربانی خشونت خانوادگی می شود. تاجران و فروشندگان لباس‌های اسلامی در تاجیکستان از محدود شدن شمار مشتریانشان شکایت می‌کنند. منع پوشیدن سر و لباس مذهبی در محل تحصیل و کار از جانب مقامات تاجیکستان به بازار ستر و حجاب فروشان تاثیر رسانده. همکنون شمار خریداران آنها هم شدیداً کاهش یافته است. هنوز چند سال پیش لباس زنانه اسلامی یک نوع مال سرخریدار و هم پرتوجه شده بود. گروه از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی از طرح وزارت عدلیه تاجیکستان که بر اساس آن دسترسی سازمان‌های اجتماعی کشور به گرانت‌های کشورها و سازمان‌های خارجی محدود می‌شود اظهار نگرانی کردند. 92 تشکیلات غیر دولتی با قبول بیانیه از طرح قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی نگرانی نموده آن را مخالف با معیارهای جهانی ارزیابی کردند. بر اساس لایحه نوی قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی منبع دسترسی سازمان‌های جمعیتی به گرانت‌های خارجی تنها با اجازت حکومت تاجیکستان صورت خواهد گرفت. این لایحه بعد بررسی از سوی مقامات به پارلمان فرستاده می‌شود. تالکو میگوید بحثی چند صد میلیون دلاریش با شرکت روسی روسال را بالاخره از راه مذاکرات و با پیشنهاد چند طرح همکاری با شرکت الکدریپاسکا حل کرده است. شرکت آلومینی تاجیکستان میگوید اختلاف نظرها با شرکت روسی روسال مربوط به الکدریپاسکا یکی از میلیاردرهای نزدیک به کرمل را پس از مذاکرات طولانی حل کرده است. جزئیات معامله معلوم نیست ولی به قول ایگور ساتورف سخنگوی تالکو مذاکرات در چند مرحله در روسیه و تاجیکستان در سطح تاپ منیجرها برگزار شد و اختلافات اصولی را در میان شرکت‌ها برطرف کرد. بحث دادگاهی قریب 10 ساله تالکو و روسال بعد آن شروع شد که شرکت روسی در امر اجرای طرحش در تاجیکستان ناکام شد. دادگاه شویساریا که این بحثی پیچیده را بررسی میکرد سال 2013 تالکو را با پرداخت 274 میلیون دلار به فایده جانب روسی موظف کرده بود. و برای دریافت خبر و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک،
توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.